پاک شده بر خاندان هر نفره که منتظر برنامه نوی تویسگاه بود. امیدوارم حالتون خوب است و زندگی خوب و خوش دارید. مهمان امروزه برنامه تویسگاه نفری است که یک دنیا اختصاصات دارد، یک دنیا هنرات دارد و کی است البته شاید که دانید، ولی در رفت صحبت از نزدیک آشنا میشویم. نورانگیز رستمزاده، ژورنالیست، نطاق، وبنویس، متخصص SMM و چی کسب‌های دیگر دارد اینجا با خواهیم فهمید. سلام نورانگیز. سلام. خوشحالم که اومدی. سلام دلشاد، سلام به تو، سلام به بیننده های تو. تشکر زیاد که مرا دعوت کردی همچون مهمان، خیلی خوشحال هستم. بخش اول بخش چراها نام دارد، کوتاه باید جواب بدهی. چرا جوانان به واو کم میآیند؟ البته اگر از نظر شخصی من گویم شاید رسانه ها کم هستند که امکانیتی کار را به جوانانی که در سمت ژورنالیستیک کار کردنی هستند داده باشند. میگویند ژورنالیستیک جنسیت ندارد، اما در ما برعکس است. چرا؟ به فکر من یگان کسب و کار جنسیت ندارد، اما این شاید در کشور ما یا من در کشورهای آسیای مرکزی از حساب بعضی از گویم عادت و فهمیش ها باشد. چرا جمعیت ما تا اندازه زن کارگر را تا حال قبول ندارد؟ شاید این فکر شخصی تو باشد، اما در اصل من خیال میکنم که این گونه گفته ها و فکرها خیلی کم شدن. چرا میان ما همراهی کسبی به طور باید حس نمی شود؟ به این سوال من اینطور جواب میدهم که در من احساسی همراهی هست، همه وقت بود و در آینده هم خواهد بود. برای من فکر میکنم که این همراهی هست به خاطر که من خودم باور میکنم و خودم همراهی هم هستم. چرا شبها انسان صمیمیتر و نرمتر می شود؟ نمیدونم. این جمله خودت بود اگر یادت باشه در تلگرام. چرا دنیا به جنگ نیست یا نمیتواند باشد؟ جنگ ها در همه عصر و زمان بودند و متاسفانه شاید که مانند. این هم یک روند است، باید عادت کرد، زندگی کرد با امروز. چرا با دانستن آن که حیات اینقدر کوتاه است ما میکوشیم که چیزهای زیادی داشته باشیم که حتی با ما پسند نیست؟ این شاید از طرف جامعه باشد که یک نقش ایدئالی رو فقط ترغیب میکنند که انسان باید به این طلبات ها جوابگو باشد، به آن طلبات ها. از این رو ما هم کوشش میکنیم که جوابگو به این طلبات ها باشیم. چرا ختم کرده های ژورنالیستیک زیاد، کار میکرده ها کم؟ نخست این به خود نفر وابستگی دارد. به فکر من بسیاری از آنها همچون برای تحصیل عالی گرفتن می آیند و در ادامه نمی روند به این سمت. کیها و چرا صحبت ما را تا آخر باید ببینم؟ چگونه که خودت کم پیش قید کردی که لایحه تو لایحه است که از صمیم دل است، لایحه است که سمتی که برای تو پسند است هم رو پیگیری میکنی و تعریف میکنی و اینطور آدما مثل تو و من هم همینطور هستم خیلی زیاد هستن. امیدوارم که تا آخر همان نفرایی که مثل من و تو هستن این برنامه رو حتما که تماشا کنند. خب قدم زنی را شروع میکنیم و اینجای صحبت دیگر به قول لیمیت نیست که راحت میتونی تو انجام فکر جواب بدی. تشکر. خب در این بخش سوال اول این است که صحبت ما هفته گذشته باید میشد اما ناتا بودی و نشد. حالا چه حال داری؟ همین حالا خیلی بهتر هستم از آن روزی که بود، آن روزی که من و تو صحبت داشتیم نه؟ بله. آن روز دو نمود مریضی را داشتم با خود. اول اینکه زیاد هم یک زکام شده بودم و دیگر اینکه حالت روحی من نه آنقدر خوب بود. چند مدتی اخیر من از چی اذیت میکشم، از البته این دیپرسیا نیست، آزرده خاطری هم نیست، نمیدونم شاید از حساب آنه که دوام 9-10 سال می شود که بدون تعطیل کار میکنم، شاید از این سبب باشد که کم حالت روحی من کاسته شده بود وقتای آخر، چند ماه آخر. از این رو
پس از اون که پس از البته که سالی نو هم گویم خطا نمیکنم من به خود قرار قبول کرده بودم که خیلی زیاد خواب میکنم. خب من تو در رادیو همصدا جای کار کرده بودم اگر در خاطر داشته باشی و البته تو میدونی که ما هر روز از ساعت 7 صبح الکی برنامه رو شروع میکردیم و من همه وقت همین خیلی کار کرده هستم 9 سال آخر از صبحی وقت تا دیر و از کمخوابی خیلی اذیت میکشیدم. گفته که چند سال آخر هیچ به خودم اجازه استراحت کردن ندادم. برای چی؟ اجازه استراحت کردن ندادم به خاطر که خیلی میخواستم که خود را همچون روزنامه‌نگار پیش برم کار کنم. البته تو هم هستی در این کسب و خوب درک میکنی که این کسب خیلی زیاد کوشش را خیلی زیاد قربانی را طلب میکند و باز هم سوال هایی که در بخش اول دادی درباره زنها زیادتر بودند. اساساً بله زن بودن خیلی باز مشکلتر است. مشکلتر در معنای آنه که ساختن فعالیت کسبی و همزمان دیگر نمودی کارهایی که تو باید مشغول باشی از جهت کسبیت کمی زیادتر قربانی ها را طلب میکند. از این رو فکر میکنم که من هم کمی زیادتر به این نظر کرده و در از سلامتی خود گویم از دیگر قسمت های زندگی خودداری میکردم و هرچی بیشتر برای کسبی برای فعالیت کسبی هم گویم میبخشیدم خود را. در مسئله روحیه گفتی از اون که صحبت ما هفته گذشته نشد یکی از سببهاش این همون قصه که با اون بانو افغان در وحدت واخوردن و انگشتری زدن اونم بود یا که باید همان دخل نداشت به اینجا؟ تشکری زیاد دوستان کسانی که این برنامه را میبینند این قصه را که دلشاد نقل میکند از تلگرام کانال من دفتری رستم زاده نام دارد حتما که آبونه شوید. از فرصت استفاده برده من هم خود را کمی ترغیب کنم. اون حادثه روزی گذشته شد و من نوشته بودم بله. اما میدونیم من که در چی کار میکنم نه در صدای آمریکا تلویزیونی بین المللی بخش افغانستان و بیشتری کارها گزارش و خبرهایی که من آماده میکنم این به افغانستان دخل دارد و بیشتر با پناهجوی و مهاجران من سر و کار دارم. درست گفتی که این هم خیلی تاثیر دارد برای اینکه ما روزنامه‌نگاران وقتی که زیاد قصه ها را گوش میکنیم برای که من میدونی که چند سمت روزنامه‌نگاری است من نفری هستم که بیشتر استوری تیلینگ قطعی مشغول هستم یعنی قصه ها نقل میکنم و وقتی که تو قصه را میشنوی و آن چیزهایی که یک نفر از سرش گذرانیده است خواهی نخواهی بتونیست تاثیرش رو میرسوند. یعنی تو خیمه شیری میگویی چگونه همین زن یا که همون زنی که من درباره اون نوشتم در تلگرام کانال من در کابل همچون نویسنده بود همچون معلمه زبان فارسی بود و چند پیش پس از مهاجرت طولانی در ایران در هندوستان میدونی چگونه عذاب‌ها رو کشیده اکنون رسیده بود به تاجیکستان و وقتی او به من نقل کرد که با چی بدبختی ها و مشکلی ها روبرو شده بود راستی گپ برای من خیلی دردآور بود و وقتی که قصه ما تمام شد در دستش تنها یک دانه چی داشت انگشترین داشت و وقتی که ما خیر خوش میکردیم البته عادت هست که در ما بسیار هم فرهنگ نزدیک داریم با افغانستان و وقتی با آغوش گرفتیم یک دیگر او نمیدونه با من چی تحفه کنه یا که چیزی برای من بدهد و هم خیستاد گفت چیکار کنم از دستش یک دانه انگشترین داشت از دستش گرفت و مجبوری به من التماس ای را بگی به خاطر که میگه با تو من درد دل کردم و خود را خیلی آرام احساس کردم خیلی خوش انسان احساس کردم. برای من خیلی دردآورم بود از یک طرف که انسان گویم شاید این آخران یک انگشترین نجور باشد برای زنها البته این چیز خیلی مهمه بله و البته که یک قلبی مرا رسید به خاطر که نمیدونم در دستی من امروز هیچ چیزم نبود امروز من 3 دانه انگشترین قطعی اومدم اما روز گذشته سراسیمه رفتم در دستم چیزی نبود. البته که من خود رو کمی چی احساس کردم که هیچ تحفه نکردم اما در نقشه دارم که روزهای نزدیک برایش یگان تحفه ببرم و جواباً تحفه جوابی باشه. جای خوندم که گویا صورت نوی بیماری کرونا ویروس اومیکرون شده باشی
راست است؟ راستی گپ نمیدونم به خاطر که تست نسپاریدم از این رو نمیتونم دقیقا گفته اما بسیار چیزهای مانند که داشت زیاد نفرها گرد و اطراف دوستان نزدیکان میگفتن که خیلی مانند با اومیکرون است که همون شتمی که چند مدت اخیران و یاده بود نه موجای آخری کرونا ویروس شده بود گفتن خیلی مانند است از این رو نمیدونم شاید هم خیلی بود یا که نه هرچند که وزارت تندرستی ما این رفت کرد که در مورد ویروسی نیست اما بگذاریم خب بالاتر گفتی که تقریبا همه کسب ها جنسیت ندارن بله خب این موضوع خیلی بحث برانگیز است ما میخوام که اینجا بحث کنیم ولی برای یک بانو برای یک جنس لطیف در کسب ژورنالیستیک بودن چگونه است ببین نخست از این شروع میکنیم که برای یک زن یا دختر تاجیک نفری که با جامعه کار کنی در اینترنت باشی در تلویزیون باشی نه البته که مشکل است به خاطر چی یکم که اهل خانواده میتونن گویند که بخشیش تو نمیتونی در تلویزیون کار کنی به خاطر آنه که مثال ما نمیخواهیم این رو برای که شاید یگان که ها گپ زنن خیلی تبارای دیگر که مثال چرا به تلویزیون میبره چرا این خیلی صحبت میکند اگر دستگیری از اهل خانواده نباشد درست هم قید کردی که من چند مدت به حیث نطاق همکار کردگی هستم و با من همچنین یک حادثه هم رخ داده بود که چرا تو بخش تلویزیون رو انتخاب کردی چرا در این سمت کار میکنی البته کی داده سوال را این سوال ها یکم از طرف بعضی از دوستانم بود که همین حالا ما صحبت نمیکنیم با آنها دوستی ما قطع شده است البته و آنها میدونی آنها مرد نبودن یکمش بودن میان آنها زنها هم بودن که میگفتن که بعد از تلویزیون مثلا شوهر کردن مشکل است بعد از وقتی در تلویزیون کار میکنی با یگان مرد مناسبت کردن مشکل است به خاطر که مردا نمیخوان که زنهایشان یا بانویشان رو برای نمایش گذارن نمایش البته در درون نخونک اما البته که من اینطور فکر نمیکنم اهل خانواده من خیلی فکر نمیکنند و آنها همه وقت مرا دستگیری کردن اما باید گفت که این مشکلی هست این مشکلی خیلی زیاد است با این مبارزه بردن خیلی مشکل است اگر تو هم قید کردی که من در برابر آنه که همچون ژورنالیست کار فعالیت هم میکنم اینجوری شبکه‌های اجتماعی هم را هم پیش میبرم و حتی اگر البته شبکه‌های اجتماعی باید ما چهره خود را آشنا سازیم با بینندگان با مخاطبان و البته بدون عکس های خودت این چیز غیر امکان است برای که وقتی که آدمان حالا تو هم میدونی که برای گرفتن یک یک جلب کلان و همزمان یک تماشای زیاد البته که مخاطب بیننده باید چهره تو رو بشناسد و کسب ژورنالیستیک هم از همین است که باید ما همچون چهره هم خود را معرفی کنیم در شبکه‌های اجتماعی حتی با این هم مشکلی ها بودند که مثال چرا زیاد عکست را میگذاری از گرد و اطراف که مثال حتی در یک مدت معین حتی مادرم هم باید گفت که پدر و مادر من مخاطبای اصلی من در شبکه‌های اجتماعی هستند همه استوریز همه پست همه گفته و نوشته همه گزارش‌های مرا پیگیری میکنند در شهرها با دیگران جنگ میکنند اگر مرا یگان کس نوشته که هستن که خیلی که مثال میگن و چی به خیلی پوشیدی آنها حمایتگرای اصلی من هستند اما یک مدت حتی شده بود که حتی با مادرم کم میگویم نفهمی بین ما شد که گفتن شاید بحث میکنی چی گذاشتن رو شاید عکسهایت رو نمیگذاری شاید کور میکنی عکسهایت رو به خاطر که مثال نجای ما مایده است کسی نمیدوند من از ناحیه دوشتیش هستم این یکی از ناحیه های ولایت سوغد تاجیکستان است هرچند که در آنجا همه دخترها تحصیل میکنن و در آنجا مهم است که نظر به مردها هم میخونن اما
با اویله هایی که دختران خودشون رو به تحصیل نمیگذارن این یک گویم ولی سر این موضوع برمیگرده. بله جای معده است، اما از این رو همین حالت بود، یعنی نفهمیه که مثال شاید بس میکنی دختر جان بیا به این کار کن، یعنی چگونه من کار میکنم وقتی که کاری اساسی من این است. و از این رو باور کن که نه همه خانواده ها به مثل خانواده من هستن، نه همه به مثل من است که من با همه مبارزه بردم. نه این مهم است، این رو باید کرد گفته گویم در یک عقیده خود استوار باشم. اما چه که میدانی حالتی روحی هم آسته آسته کاسته می شود از مبارزه دائمی. یعنی که میتونیم اگر با یک جمله گویم که زنی ژورنالیست بودن این تا آخر عمر مبارزه بردن است. خب در مسئله اول برگردیم که وقتی که انتخاب کرده که من سمت ژورنالیستی را انتخاب میکنم، چی سبب شد که این سمت انتخاب کردی و اون زمان برخورد والدانت چگونه بود؟ انا این خیلی موضوع جالب. من نمیخواستم ژورنالیست بودن یکم. خب بله. دوم اینکه من میخواستم که در سمت خریوگرافی رقص پیشرفته باشم، برای که مادر من استاد رقص هستن. کسی اگر نمیداند مادر من هم انسامبل رقصی خودشون رو هم دارن در ناحیه دوشتیج و خیلی چند نسل ها رو بزرگ کردن که یکی از آنها من هستم. اگر یکی قانچه آمدی میخواستم که حتما درباره مادرم گزارش کرده باشی. و من میخواستم که سمتی که مادرم فعالیت دارد اون رو انتخاب کنم، اما در بازم همون وقت چی حالت شد که گفتن خوبش بیان نه بله بیا باشه که یگان سمت دیگر رو انتخاب کن. و از سبب اونه که من بسیار هم زبانی انگلیسی رو خوب میخوندم در مکتب و گفتن بیا سمت چی رو انتخاب کن، سمت سیوم کلاستر اگر از روی مرکز تستی. و از این رو من به سیوم کلاستر سپاریدم. آنجا ترجمانی بود و چند آموزگاری و چند قسمت آخرش این بود که من روزنامه‌نگاری بین خلقی و روزنامه‌نگاری عمومی را انتخاب کردم و از روی خالها بله از روی خالها من به چی آمدم؟ به روزنامه‌نگاری عمومی بخشی. و وقتی که آمدم یک کنکورس بودم سال 2015 ماه سپتامبر. البته که من نه یک نمیشم میدونی به مانند او در بخش اول که نقل کردم میخونم و میروم. نه بعدی که من دیدم که این کسب در این کسب من دارم خصوصیت هایی که روزنامه‌نگار باید شد و از این رو تمام کوشش رو به خرج داده به کار تیز داخل شدم از ماه اکتبر الکی و گویم ساختم خود را در ژورنالیستی. از ماه اکتبر یکم کورسی 2015 بله. کجا بود؟ در مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان. بله ما خیلی کوچک بودیم اما از یک ژانر خیلی مشکل شروع کردیم، از ژانر تحقیقات ژورنالیستی. بله و چند سال هم در این سمت کار کردیم و بعداً با موجهای تقدیر به دیگر طرف رفتیم و با دیگر موضوع سر کار گرفتیم. 5 یا 10 سال پیش تحصیل دختران در کشور و حال هم تا جای برخوردهای گوناگون دارد. از اویلا میگه که خیلی برخورد داشتن و اهمیت داده باشی اکثرا دختران تحصیل دیده از مناطق ولایت بدخشان و سوغدن و بعد دیگر منطقه ها. اینجا سری هست یا چیز دیگر؟ نه من فکر میکنم این به منطقه ها وابستگی ندارد. نه برای که ببین وقتی ما در فاکولته ژورنالیستی که میخوندیم از خودم بهاگذاری میخواهم کنم باور کن از سوغد ما 2-3 نفر بودیم، صف زیادی دخترانی همکورسا از ولایت ختلان بودن. یعنی که از بدخشان 3 نفر بودن و من خیال نمیکنم که این به منطقه ها وابستگی داره، این باز هم به اهل خانواده وابستگی داره، یعنی که هر یک عائله این را چگونه قبول میکنن. اما من خیلی خوشحال هستم که حالا وزارت معارف و علم این را خیلی سخت گویم از بالایش کار میکنن. حتی چند قضیه ها هم خوانده بودم که پدر و مادرانی که دختران خودشون را اساسا به خواندن نمیمونن
воро ба ҷавобгарӣ мекашанд. Ин бисёр ҳам муҳим аст. Ман фикр мекунам ки ин намуна мешавад ки дигарҳо ин корро такрор накунанд. Ё ин ки боз дигар қонунҳо ҳам аллакай ҳаст. Мо медонем ки мисол то 18 солагӣ ба издивоҷ кардани духтарҳо мумкин нест ва медонӣ ин ҳам як зарра таъсирашро мерасонад. Ба хотире ки албатта ки ҳатман ҳадди ақал то синфи 11 яъне ки таҳсилоти миёнаро ба пуррагӣ мегиранд. Албатта ин хуб аст ва ман хеле хушҳолам ки ҳоло ҳамин чизо ҳаст ва риоя карда мешавад. Албатта ки гузарем ба замони донишҷӯият. ёд дорӣ ки дар курс чанд бону духтар будем ва баъди хатм аллакай ин риштара махсусан ҳамсабақҳои худат чанд кас монданд дар ин касб? дар умум мо 33 нафар ё 32 нафар будем дар як курс ва шояд мо ягона курсе будем дар ма факултети журналистика донишгоҳи миллиро хатм кардам ва шояд мо гурӯҳе будем ки гурӯҳи хеле фаъол аз ҷиҳати баробарии ҷинсиям ки намедонам 15 кас зан будем, 16 нафар мардҳо бачаҳо буданд, яъне ки ҳам аз ин ҷиҳат риоя мешуд ва сафи зиёди мо бо расонаҳо ҳамкорӣ мекардем. Аммо мутаассифона дуруст мегӯӣ ки пас аз хатми донишгоҳ сафи хеле ками мо дар журналистика монда. медони ангуштшумор 2-3 нафар шояд бошад. ҳамкурсои ман киҳо буданд? ҳамкурси ман Мусо Бобоҳоҷиев, ҳамое ки дар Азия Плюс кор мекард. Аз Фараш шурӯъ кард. Урам бале аз Фараш бо сафи зиёд буданд, Мунавваршоҳ буданд. Аммо ҳоло мисол Мунавваршоҳ дар донишкадаи агар хато накунам аллакай донишгоҳшу донишгоҳи забонҳо донишгоҳшу бале дар донишгоҳи забонҳо кор мекунад. боз Хайём ҳам курси ман аст. агар шояд шиносӣ дар телевизиони варзиш кор мекард. Този сайёҳӣ аст. Хайёми Сарахон? Не. Намешнаси? Хайёмро мешиносам, фақат Хайёме ки ман дар сайёҳӣ гуфтам вай дигар аст. Дигар Хайёма. Ӯ Хайёме ки ҳамкурси ман аст, ӯ дар телевизиони варзиш ҳоло кор мекунад. ё кор мекард. Хеле шуд, рости гап надидем. Аммо чанд муддат қабл буд. Холоса дар умум аз гурӯҳи 33 нафараи журналистика 3-4 нафар. Бале. дигарҳо куҷо рафтанд хабар дорӣ ва барои чи ҳамин гуна аст ки мо сафи донишгоҳҳое ки махсусан самти журналистика коргар ё худ журналист тайёркунанд зиёданд, ҳам дар Душанбе ва ҳам дар минтақаҳо. Аммо мебинем ки расонаҳо ва ҳамин якчанд соли охирам танқисӣ мекашанд аз набудани кадр. бале, медони ин ҳамун қисми аввалда ки гуфтем одамо барои дигар касб барои дигар чиз меоянд, мисли ман ки ман мехостам. Медони дар гурӯҳи мо зиёдтар мо англисиро мехондем. Забони англисӣ қисми муҳими чии мо буд, гӯем ихтисоси мо буд. ва медонӣ баъзе аз ҳамкурсои ман ҳоло муаллимои англисӣ ҳастанд дар минтақаҳо. мисол дар ёд дорам ки Садафмоҳ як ҳамкурс доштам, духтарак, ва ӯ ҳоло муаллимаи забони англисӣ аст дар аз Хатлон буд. бале. ва сафи онҳо зиёданд, нафарое ки омаданд ва чизе гирифтанд барои худ ва мераванд дар дигар минтақаҳо бо дигар самту корҳо машғул ҳастанд. намедонам, шояд аз ҳисоби он бошад ки бозам ба ҳамун ҷойҳои кори холӣ меравем. барое ки худат ҳам вақте мо омадем имрӯз салом алейк кардем, худат ҳам гуфтӣ ки дар як родиое будӣ ки баъд аз наёфтани имконоти дастгирии молӣ барномаи туро пӯшиданд ва медонӣ якум ин албатта ки чӣ мушкилии молие ки расонаҳои мустақил наметавонанд зиндагӣ кунанд ё ин ки пеш баранд кори фаъолияти худро ва албатта ки набудани расонаҳо. ба хотире ки мисол агар ҳоло ангуштшуморанд расонаҳои аслан расонаҳои мустақиланд гӯем, ба хотире ки дар расонаҳои давлатӣ ба кор даромадан хеле мушкил аст, ба хотире ки талабот хеле зиёд аст ва албатта ки талабот зиёд аст ва ҳамчун таҷрибаомӯз гирифтанам намедонам имконият ҳаст ё нест. аз ин рӯ агар расонаҳои мустақил бошанду сафи онҳо зиёдтар агар бошад, ҳарчи бештар таҷрибаомӯзӣ мешавад, ҳарчи бештар шавқу завқ мешавад. ман бозам фикр мекунам ки аз ҳисоби кам будани расонаҳо ва дигар як чизи дигар муҳим хоҳиш надоштани аслан худи ҷавонон. барое ки намисол ёку то омади ку ба журналистика, ина ман ҳастам.
به خاطر که البته مشکل آسان نبود اما شد که چیزه شده ایستاده است. حاضر درآمدی اساسی زندگی من از سمت ژورنالیستیک است. همه بسیار چیزایی که من به خودم اجازت میدهم، بسیار چیزایی که من از جهت مالی هم گرفتم و زندگی رو پیش میبرم از حساب ژورنالیستیک است. من خیال میکنم که اگر هر یک نفری که به این سمت میآیند اگر مسئولیت رو بیشتر درک کنند در همه حالت و زمان در همه پستی و بلندی می شود که خود را ساخت و می سمت رو پیش بری، سمتی که انتخاب کرده. خیال میکنی در ساحه آیتی مشکلی نیست یا اینکه در ساحه نمیدونم دوزندگی اگر از جهت مهنت های جسمانی که از جهت یک نمیدونم دیگر کارها سمت لایحه سازی خیال میکنی در آنجا مشکلی نیست، در آنجا هم هست اما آدم‌ها طاقت میکنن پیش میبرن می آموزن. خب اگر با اولی سمت کارجویی برگردیم برای یک دختر یا یک بانو کار جستن چگونه است؟ چون اول در شکلی که گفتی بالاتر در گازت فرش کارآموز بودی، بعد تلویزیون و رادیوی همصدا و حالا در تلویزیون صدای آمریکا. این راهی که تا اینجا هستی چه خیل بود و عموما برای یک بانو یک دختر کار جستن چگونه است؟ جشاد بیا از او شروع کنم که بیا البته من میخواهم که من با جنسیت جدا نکنم یا پیدا کردن کار و سمت کار اما متاسفانه باز هم هست این خیلی مشکلی هایی که برای باز هم اگر از نام یک زنی روزنامه‌نگار صحبت کنم خیلی مشکل است. در حالتی که یکم از آنه که تو میبیایی کار رو شروع میکنی تجربه میگیری کمه که علاقه تو سن تو 20-21 ساله 22 ساله می شود. این سن و سال در کشور ما وقتی شوهر کردن برای زن است، یعنی که علاقه فرصتی آن می رسد که مثال هم خانواده هم میگویند که نوبتی و شوهر کنی و در این سوال بعدی من خودش همین بود فقط پیش صفیت دیگه گویا که سوالا رو من پیشکی راهی کردم و این میدونه علاقه شاید تو زندگی مرا خوبتر میدونی، شاید ما با تو کار کردگی هستیم چند مدت قبل، شاید از این رو بیشتر سوالهایت هم موافق است با زندگی من و همین که شد در این سمت علاقه بسیار زنها شوهر میکنن، زنهای روزنامه‌نگار که میشدن یا بودن و بعد چند مدتی که نمیتوانند کار کردن آهسته کسب رو بس میکنن برای که از هیچ وقت آیله رو نمیپرتن اما میگن خیلی بگذار من ژورنالیست دیگر نباشم. انا این گونه حالت در زندگی من هم بود اما من کمی طرف کسب و کار رو انتخاب کردم. من فکر میکنم که برای آیله برپا کردن یگان بردر نیست، برای یگان نفر، نه برای زن نه برای مرد و باور کن با بسیار مسئله آیله دار شدن این چیزا بالاتر میپرسم. اولی بگو که تو خودت برای کسب کار جستن چی مشکلی ها داشتی؟ مشکلی اول میدونی مشکلی دانش های خود بود. من خیلی که میدانی من از باز هم برمیگردیم به اون که من از ناحیه دوشتیش هستم. ما هر گونه دیالکت ها داریم، نه در تاجیکستان چند دیالکت ها هست. بله. اولین مشکل برای من کار پیدا کردم اصلا از اول در دل داشتم که من در سمت تلویزیون کار میکنم، در دل من همین چیز بود. وقتی که من به چند تلویزیون رفته بودم خود را سنجیدنی شده بودم که مثلا همچون نطاق کار کنم در اولی کار من گویم اکسنتی چی داشتم با گفته همان محررای همان وقت بله ایوایو میگفتن که کلمه اورو استفاده نکن در یاد دارم کلمه چی تو بسیار کلمه اورو استفاده میکنی برای که ما میدونیم که در ما کلمه های مثال دوستی نمیدونم با دیگر کلمه های بودن که من وقتی خوانده بودم در چی بعد این من خیلی شکسته شده بودم راستی گپ گویم اولین مشکلی شاید نمیدونم درست است محلگرایی گفتن نه درست است انا این خیلی بود مشکلی به خاطر که گفتن تو بسیار هم چی کرده است بسیار همه استفاده میکنی همین کلمه رو و یا تیز صحبت میکنی. البته من نمیگم که من فعالیت تجربه من زیاد بود نه اما این چیزو میشکنه دادم را و یکم چی میکنی
از چی دور میروی از این کسب. و حتی در زندگی من بود که من 1 ماه در مغازه کار کردگی هستم. این اولین و آخرین بار بود که من از ژورنالیستیک رفتم. کدام سال زمان دانشجویی بود؟ بله کورس سیوم بودم. در کورس سیومی علاقه ما موضوعهای گویم بسیار هم چی قطعی کار میکردیم، جدی قطعی گویم هم خطا نمیکنیم. علاقه در تنهایی میتوانستم که فیلم برداری کنم، گزارش آماده کنم یا اینکه نویسم. و یک حالت شده بود که مرا خیلی دل شکسته کرده بود از کسب ژورنالیستیک. ما در یک موضوع تحقیقات ژورنالیستی میگذراندیم و یک حالت شد که تمام معلوماتی جمع کرده رو گم کردم. تمام چی موضوع بود؟ موضوعش بگذار چی ماند، کمی چی ماند، مخفی بدون کامیرا به خودت نخو میکنم. و وقتی که من همه معلومات رو جمع کردم، احساسه شاید کمبودی تکنیکی هم گویم خطا نمیکنه، میبینم که کامپیوتر خالی است، همه چیز رو کور کردم. یا خودم یا که باره که برنامه رو اگر در خارج داشته باشی در چی کار میکردیم. اون وقت البته لپتاپ نداشتیم و دستگاه های موبیلی نبودن. از این رو در کامپیوتری که مثال بیوس چی داره مانیتور برای همه. بله این مهم و یک نقش کلیدی. بله و کسی یا کور کرده بود یا خودم کور کردم نمیدونم. بسیار هم دل سرد شده بودم و در همون وقت حالتم علاقه فرصتی او بود که از خانواده‌ام کم فشار بود که باید یک شوهر کنید. میدونی سال 2018 17 قریب نزدیک به ختم کردن دانشگاه. بله سیوم 4م کورس بودم، اما سیوم کورس بودم خیال میکنم. و بعد گفتم تمام میرم چی و در یک مغازه چی میگفتن یک فروشنده. بله و رفتم. این در طرف 33 بود مغازه. 1.5 ماه کار کردگی هستم و بعد همون ماه نیمه که شد گفتم دیگه کار نمیبیایم. همه قطع رسیدم که گفتم اگر به من چی هم نتین معاش هم نتین مایلی من راضیه که من نمیبیام دیگه. براش دب نکرده. و من باید قاید کنم که کسب و کاری خدمت رسانی خیلی مشکل است. من بار دیگر سر تعظیم فرود میارم. از کار ژورنالیستی؟ بله خیلی مشکل است. به خاطر که من بازم میخوام قاید کنم که با تمام کارمند نفرانی که با مهنتی خدمت رسانی با جسمانی سر کار دارن این سر تعظیم برایشان فرود میام. خیلی مشکل است کاری، بسیار هم مشکل است. با میزاجان ارتباط کردن و گویم به یک همون طلباتی مغازه جوابگو بودن، همه وقت در پا راست ایستادن. این خیلی مشکل بود برای من و من فکر میکنم همون وقت همین چیز به من لازم بود که من کمی فکر کنم، کمی دیگر قوی تر باشم و دوباره به کسب و کار برگردم. و بعد دوباره برگشتم، بعداً به کار شروع کردم در تلویزیون ورزش در بخش خبر. در تلویزیون ورزش هم کار رو ادامه دادم. اونجا علاقه خیلی یک گویم دانش‌ها پشت سر بود. بله تجربه خیلی خوب بود و ادامه هم خیلی کار کردم. اما باز هم بود همون حالت هایی که کم دردآور است. باز هم سمت جنسیت اگر رویم، مثال صفی ما کم بود در تلویزیونی ورزش زنهایی که گزارش آماده میکنن. یکی از آنها پروینه است، اگر شاید شناسی. او هم یکی از همکورس نه در یک سال تمام کردگی هستیم، گویم پارالل میخوندیم و او هم کار میکرد، من هم کار میکردم و نمیدونم از صبح که مثال استادیون میرم موضوع ورزشی است. اونجا همه مردها هستند بسیارتر و لقمه پرتایی ها سر میشه. لقمه پرتایی هم از طرف مثال فوتبال اگر باشد هیچ وقت کارمندای که ها نمیکنن، اما اونجا تماشابینا هستند که ما نمیتونیم همه ده تاثیرگذار بود. البته بودن که اوی دختر چیکار میکنن در مثال میدانی ورزش. و بعضی حالت ها بود که یگان اخرانایی که همجا هستن کارمندای حفظی حقوق که میگشتن و تو ژورنالیست کی؟ من بله چی با مشکل نه. وقتی خواندن شد چند ساله میدونی و نسل کلان سال هستن و البته این رو از تحت دل با یک مهر و محبت شاید بگویند که واه دختر جان اینقدر خوشرویی که چند ساله یعنی که 20 چی با شوهر کنه بس ای کار. این خنده‌آور است. البته من خرسند شدم اما بعدی که چه که میگم شبها آدم صمیمی‌تر میشود. بعدی خونه رفتن فکر میکنی که
چی باید خیلی گفت یا شاید درست گفت، البته هم خیلی تحلیل ها می شود. خب با صدای آمریکا چی خیلی آمده؟ با در صدای آمریکا میدونی یک در زندگی من ورقی نو شده شد گویم ما خطا نمیکنیم برای تلویزیونی بین المللی است. بله. استانداردهای بین المللی است. وقت بسیار هم فرق میکند. وقتی کاری گویم من برای که دفتر اساسی ما در واشنگتن دی سی است در امریکا و یک فرهنگ دیگر از نظر من فرهنگ کاری دیگر برای که وقتی ما در تاجیکستان کم دیگر هستن کار و رفتار مثلا ما بسیارتری چاره‌بینی های مهم دیگر قسمت ها از ساعتی مثلا 8 تا 5 بگاه شبانه تو باید همین وقتا دا آماده باشی. این وقت کم دیگر است به خاطر که علاقه فرصتی نشر دیگر خیلی است، وقتی کاری دیگر خیلی است. من چگونه آمدم مرا وقتی که من در بخش افغانستان کار میکنم خیلی که گفتم بخش تاجیکی ندارد صدای آمریکا و در آنجا میخواستن که یک روزنامه‌نگار از تاجیکستان باشد که زبانی تاجیکی را خوش رو صحبت کرده تواند، خطی فارسی را بلد باشد و وقتی می جستن ما چند نفر بودیم از تاجیکستان که ما را پیشنهاد کرده بودن و چند وظیفه ها دادن. راستی گفت من چگونه اشتراک کردم با یک دلی گشاد به خاطر که من متخصص SMM کار میکردم در تشکیلات اینترنیوز در تاجیکستان و همکاری من با رسانه ها بود، اما باز هم کار ژورنالیستیک نزدیک اما کار ژورنالیستیک نبود. در قلب من کار ژورنالیستیک خیلی مهم است و باید من باشم و من خیلی چی اشتراک کردم گویم چه گویم شاید تصادفی نه اما با میدونی با قسمت زیادی امیدی کم خودم رو مجبورا وای کردم که گویم چه گویم احساسایم رو پخش کردم که اگر هم نشود یگان گپ نیست، اگر هم نشود یگان گپ نیست و اشتراک کردم. چند بخش در اشتراک کردیم، خط فارسی ما را سنجیدن، طرز گفتگوی ما را سنجیدن، چند نفر بودیم و یک روز شام است، شام نه علاقه گیم شب است، ساعت قریب 10 بود، 10 شب بود که به من زنگ می آید همان نفری که ما را سنجیده بود و میگه نورانگیز ما قرار کردیم که با شما همکاری خواهیم کرد در خانه در پیش آینه گیم میکاپ خود را تازه میکردم، یکی او را ماندم و هم خیلی شیشته گیریه کردم نمیدونم از شده؟ از خورسندی که میدونی برای که من باوری نداشتم و همه وقت خود را نخود تلویزیونی بین المللی بازم هست که در خود سنزوره که مثال نه شاید من نگذارم شاید من نتونم برای که خط فارسی من موقع در چی بلند نبود. زبانی معاشرتی ما انگلیسی هم باشد اما زبانی کاری زبانی فارسی بود. برای من میگفتم شاید من نگذاشتم به خاطر که دانش‌های زبانم خوب نبود. بعد برای گرفتن یک اکریدیتاسیون حجت ها پیشنهاد کردم. این هم خیلی وقت رو گرفته بود و تا گرفتن یک اکریدیتاسیون چیکار کردم؟ یک دخترکی افغانی که پناهجو از در وحدت او قطعی صحبت کرده، گفتم که بیا تو به من زبانی فارسی را آموزان، من به تو خیلی یگان کمک میرسونم، یگان کمکی دوست که بودم خفه نکنم، گفتم شاید مالی کمک میرسونم و هم خیلی چند توفه براش گرفتم و دوام 20 روز خط فارسی رو از صفر شروع کرده نوشتن و چی رو خوب کردم و حالا گزارش ها نلکه از سال 2022 این طرف قریب 3 سال می شود کار فعالیت دارم. خب بالاتر گفتیم که چی مشکلی ها در مسئله بودن و نبودن در ژورنالیستیک از طرف خانواده گفتی و شاید اینجا تاثیرهای خویش و پیوندان هم باشن. البته ولی جای دیگر گفتی که با نامزدت هم مشکل داشتی و او با چی دلیل خواست که از شبکه‌های اجتماعی بپرگی دست کشید؟ همین وقت این مصاحبه را دادم. بله اما به فکر من خوب است که ما از این مشکلی ها گویم. این مشکلی است که شاید بسیاری زن و دختران با این روبروشن. این طرف رویم. بله بسیاری زن دخترها با این مشکل دچار شوند اما نه هر کس در این باره میگوید و وقتی که ما از مشکلی نمیگوییم یک نموده میشود که گویا این مشکلی وجود ندارد اما هست. چگونه صورت گرفت این حالت؟ خیلی که گفتم این از پیش از کار در اومدنم به
تلویزیونی بین المللی بود و من چیکار کردم ما با یک نفر صحبت میکردیم ما خصلت یکدیگر رو خوب پذیرفته بودیم ما از یکدیگر خوش برای ما از یکدیگر خوش می اومد و ما میخواستیم یک جا باشیم برای آینده یکی درخت به خودتون نزنه و چی شد پس از این همیشه یک حالت شد که برای اهل خانواده آن نفر پسند نیست که من با چی کار میکنم با تلویزیون و در عموم من چهره رسانه‌ای هستم برای که من بلاگم رو پیش میبرم در شبکه‌های اجتماعی اگر تو هم بلد هستی میدونی امیدوارم که آبونه هستی البته نه که آبونه نیست دروغ میگم در تلگرام ها اما در چی نه در اینستاگرام حتما آبونه هگاه آبونه همین حال بعدی برنامه البته ببین که چی شد بعدی اون مرا گفت که ما علاقه در چی گویم حالی یک قدم جدی بودیم که همیشه یک یعنی نزدیک با آینده دار شوی بله ما علاقه نقشه داشتیم که چند ماه قبل چند ماه پس ما میتوانیم که چی کنیم آینده برپا کنیم که میگوید ما باید یه بار جدی صحبت کنیم باشد و همونجا هم خیلی صحبت بود که به خانواده من پسند نیست همین چیز که مثال تو چهره رسانه هستی و اگر ما چی کنیم قدم جدی که ماندیم تو را میباید که کسبت را به کلی تمام کنی و همزمان تمام شبکه‌های اجتماعی را کور کنی نمیدونم اول این چیز را قبول کردم حتی بود حالتی که برای چند هفته کلی شبکه‌های اجتماعی را کور هم کردم و پس نمیدونم کمی به خود آمدم یا اینکه نمیدونم خیلی زیاد فکر کردم این چیز میدونی قلب ما رو هم شکست گویم خطا نمیکنیم چرا به خاطر که در اول این چیز برای من یک چیزی خیلی معمولی که بود اما بعدن که من فهمیدم که چگونه این موضوع و مشکلی چقدر است یعنی تو برای اوله پسر برای یکم من برای که نگاه کن که چگونه من همه چیز رو کور میکنم و میشینم و فکر میکنم من چی دارم ببینین اصلا برای یک زن خانه‌دار شدن و شوهر کردن این تمام معنی زندگی بودن نمیتواند لطفاً به همین چیز من زیاد میخواستم که همجا سه جوان هستن و این چیز هم نگاه کنن که کسب و کار برای زن نه تنها این یک چه گویم پیدا کردن درآمد مالی نیست این یک صدای تو است یک معنی زندگی تو هم است از یک قسمت برای که اگر یک قسمی تو این اولاد باشد این فرزندانت باشد این شوهرت باشد این خیلی خوب است اما انسان باید که باز در جامعه هممون گویم انسان هستیم و ما میدونیم که باید ما غیر از اونه که یک نفر هستیم همزمان باید کسی باشیم که در جامعه فعالیت داشته باشیم برای جامعه ما رو بشناسد با یک جامعه ارتباط کرده باشیم این بر طبیعت ما آدمان این چیز هست و باید ما این رو قبول کنیم و من در کدام حالت نشستم و فکر کردم که در همان حالت نشستم و فکر کردم که بله من اون نفر رو دوست هم می داشتم البته اما من گفتم نفری که با من شدن خواهد باید که شرط گذاری عوض کردنی ما رو باید در دل نداشته باشد ببین که باز هم یک خصلتی که بسیاری از گویم نفران رو از هم جدا میکند این تغییر دادن یک نفر دیگه هم نفر چه گویم یک پارتنری تو است که مثلا اگر تو کوشش کنی که او رو عوض کنی البته من میفهمم که یگان وقت ممکن است که بعضی از خصلت‌های یکدیگر رو عوض کنیم به طرف خوبی یعنی مثلا این خصلت تو به من پسند نیست بیا یک جای همه دربارش کار میکنیم اما وقتی که ما یک شخص رو به کلی عوض کردنی میشویم و البته که ما از کسب و کار جدا کردنی میشویم این به فکر من آینده خوب نداشت خب این موضوع جانباز شده شما جدا شده حالا خوبی ما چی کردیم بخشش گپت رو بریدن ما بعد چند مدت همون قصه در آخر که من با او صحبت کردم و گفتم که باشد که ما چی نباشیم یک جا نباشیم خوبتر است
دوباره برقرار کردم. اما اینجا من نمیخوام که از بیننده تو یا نفرایی که این نوار رو میبینن فکر کنند که من به خاطر شبکه‌های اجتماعی که او را هم فکر کرده بود کسبم من از او رو گردوندم. نه، من از او برای او رو هم نگردوندم، اما هم خیلی جدا شدم به خاطر آنه که یک کسی دیگر رو عوض کردن نادرست است و اگر وقتی تماما کسب کارش رو میگیری از او این دوباره نادرست است. و من فکر میکنم که انتخاب من درست بود و چخیل گویم انتخاب من درست بود و من در راهی راست بودم که من دوباره برقرار کردم، کارم رو ادامه دادم و الان که امروز در تلویزیون بین المللی کار میکنم. خب کار میکنی، ختم کردی و حالی از طرف خانواده در مسئله اویله دارشوی چی گپو کارو هست؟ و خودت چی نظر داری؟ من خیلی زنی دختری خوشبخت هستم به خاطر آنه که پدر و مادر من، اهل خانواده من خیلی مرا دستگیری میکنن در سمت کار و فعالیت. اگر چند سال قبل کمی نفهمی بود، اما من با مادرم نشستم یک صحبتی خیلی جدی هم داشتیم در این باره که روبرو. بله روبرو یک با یک فیس تو فیس. بله، اما چند بار و در یکی از آنها ما با مادرم بسیار هم یک صحبتی خوب داشتیم و یکدیگر رو خوب درک کردیم که با موافقه رسیدیم که این چیز می شود حتما، این چیز البته هم باید شود، اما من با مانند روز سالشو انیق نکنید. بله، از این رو ما با مادرم مصلحت کردیم که این چیز حتما می شود. یعنی که این خیلی نیست که مثلا بعضی نفرها هستن که خودشون در عائله نمیبینن، بعضی نفرها هستن که خودشون فرزنددار نمیتونن فکر کنن. نه، همه گویم هر کس فعل و خلق و یک خواهشای گوناگون داره، اما ما آدمی هستیم که برای ما عائله خیلی مهم است، برای ما فرزنددار بودن خیلی مهم است و من فکر میکنم که ما این رو با مادرم هم چی صحبت کردم، این درد دل من یا پیام من به مادرم رسید که من میخواهم، اما همان وقت یا اینکه چند نمیدونم مثلا سالی گذشته یا این سال من کمی آماده هم نبودم، اما باید هم دانست که وقتی تو در یک رابطه خوبی چی هم قرار داشته باشی و با یک مثال مزن هستن با یک مرد و وقتی که شما جدا میشوین البته که یک فرصت معین هم ضرور است که آدم برقرار شود به خود بیاید. نه، از این رو من فکر میکنم که انا میخوای یک حالت ها رو بود و گذشت و همین حالا الکی مادرم هم پدرم با من سه خواهر بزرگ دارم که آنها همشان عائله دار فرزنددار هستند، همه آنها مرا دستگیری میکنن، میبینن طرز زندگی من. بازم میگویم ژورنالیستیک فقط کسب نیست، ژورنالیستیک این طرز زندگی است و اگر تو زن باشین الکی باز هم خیلی که ما از مشکلی ها گفتیم باز مشکل تر است. از این رو الکی طرز زندگی من کسبی من رو قبول کردند و من امیدوارم که در آینده نزدیک خواهش آنها اجرا خواهد شد. روتر گفتی که من در جای خانم در صحیفه خودت که تدوین، نواربرداری، نوشتن این چیزها رو بلدی و اون روزی که صحبت داشتیم گفتی که رقص میروم. تو از رقص هم بخونی؟ بله، میدونی من بعد از اونه که به طور رسمی نتوانستم این سمت قطعی مشغول باشم، اما وقت همین یک بیا این رو استعداد گویم، نه؟ استعداد شاید باشد یا شوق و ذوق خود را نسبت به رقص که از کودکی بود و من در خانواده نفر کلان شدم که رقص معنی زندگیش است. فقط در خود میکشتم اگر درست گویم، یعنی که میگفتم بیا تو جدی کار کن، بیا تو اسبای ژورنالیستیک شو، اما خیلی که گفتم از جهتی روحی هم حالا کمی برقرار شوی است به خود قبول کردم که بیا بگذار باشد در زندگی من تنوع ملی کلاسیکی و همین حالا رقص تنوع رو می‌آموزم در نزد تهمینه، یکی از خریوگرافان جوان تاجیکستان. در اپرا و بالت هستم؟ نه، این دخترک گویم به مانند فریلنسر است، خودش مکتب رقص ریتم رو دارد و من درباره او گزارش کردم و میدونی باز هم جالبیت کسب ما در چی است که من مثال بسیار قصه هایی هست که در زندگیم بعداً پیدا شدن پس از گزارش کردن. درباره این دخترک گزارش کردم، درد دلی رو گوش کردم، بله فهمیدم و بار
بار دیگر به خودم این گشتم که این کسب من هم نشود، این چیز در قلب من است، بگذار در زندگیم باشد. و به مکتب رقص او خود را نامنویس کردم. حالا در یک هفته 2 مرتبه با این هنر مشغول هستم. خیلی خوشحال هستم و در خود یک قدمی نو، یک درجه نوی احساسات رو کشف کردم. هم گویم خطا نمیکنم. خیلی خوش است برای من که حالا من با این سمت مشغول شده ایستادم. بهترین. یک سوال به من چند روز هم از همون صحبتی آخری که دارم با یوتیوب کانالی تو آمده تمام برنامه ها رو دیدم و خیلی زیاد در این باره فکر کردم که چی سوال رو میتونم به تو داده باشم. تو از بخش آشنا هستی؟ بله، از این بخش ها من چند تاش رو تماشا کردم، چند بیایی که داری، برنامه هایی که داشتی و میدونی چی سوال من به تو دارم؟ چقدر که در بالاتر هم قید کردم، من و تو در رادیو همصدا با هم کار میکردیم و آنجا تو دیگر دلشاد بودی و حالا دیگر دلشاد هستی و این چیز یک معمولی است برای که انسان رشد میکند. میتونی بگویی که و باز هم باید قید کرد که ما در آنجا با فریدون خیرالله‌زاده شادروان صحبت کار میکردیم. او دوستی بهترینی من بود، با دلشاد هم کار کردگی است، انسانی بهترین، ژورنالیستی بسیار خوب بود و میخواستم از تو بپرسم که کدام یک تجربه که در رادیو همصدا گرفته بودی هنگام کار با من، با فریدون، با جمیل یا با دیگر نفرانی که آنجا هستند در زندگی تو به کار آمد؟ در زندگی نه، ولی همون یک ماهی پوره که من بخش مستقیمی تبریکاتی را میبردم تمنا نام داشت و در برابر اینکه بخش ثبتی را شروع کردم کینخید بود و بعدا تمنا. این یک تجربه خیلی خوب بود و راهی بزرگ شد، هرچند که ما دیگر اونجا نتونستیم برای که همیشه قرارداد بود 1 ماه کار میکنیم و ببینیم که تجربه آموزی میکنیم و ببینیم که اگر شد برای این بعد کار میکنیم، اگر نه ختم. و متاسفانه این گونه شد که بعد آخران مصاحبه من با فیض‌الله فیضوف که اولین مصاحبه در سمت ژورنالیستی که من بود و اونم آنلاین در پخش مستقیم جنباز شد اون کریر همونجا رادیو خلاصه. ولی یک دری بزرگی دیگر را در آزیا پلوس شد که بعدا من از اون که اونا اعلان دادن که برای ما روی تاجیک زبان لازم است، خلاصه این یکی از تجربه های خوبی بود که من اونجا گرفتم و آمدم اینجا در آزیا پلوس تشکل دادم و اینجا با چند مدت کار کردم. تشکر به تو. خب سلامت باشین. حرف برای امروز و آینده ملت. در این باره من بسیار فکر کردم. خب و میدونی چی میخواهم بگویم؟ من تاجیکستان رو خیلی دوست میدارم، وطن خودمان رو، و شاید روزنامه‌نگاری زبانی تاجیکی بودن من از این حساب است که میخواهم زبانی خود را رشد دهم و برای رشدی گفتیم رشدی امروز و آینده ملت من میخواهم که بیشتری جوانان، بیشتری تاجیک و تاجیکستانیان زبان تاجیکی را بیاموزند. بسیار هم میخواستم که نسبت به زبان خود احترام گذاشته باشیم، هر چیز زیادتر صحبت کنیم بین یکدیگر تنها با زبان تاجیکی. از این رو هم من سپاس میگویم که تو برنامه‌هایت را، عموما یوتیوب کانالت را با زبان تاجیکی میبری. من صفحه‌های اینستاگرام خود، تیک تاک، در تلگرام هم هستم، با زبان تاجیکی مینویسم، صحبت میکنم. باز میگویم که من به طور ایدئالی این زبان را نمیدونم. بسیار منقدان هستند که در شبکه‌های اجتماعی مرا میگویند که این کلمه نادرست است، یا شاید وقتی من صحبت میکنم از زیاد اشتباه ها رو راه میدهم، اما باز هم از بالای خود کار میکنم، به آنها وعده میدهم که بیشتر میآموزم. اما خیلی خوب میشود که نسلی نو، نسلی میان نگویم، نسلی کلانسال هم حتی بیشتر با زبانی تاجیکی گپ زنیم و زبانی خود را آموزیم. مهم نیست که این زبان، من بسیار میشنوم از نفرانی که ما در صحبت هستیم، خیلی آموزیم چی کار میکنیم،
این زبانی مادری است، این زبانی ما است و بگذار که همه ما زبانی یکم زبانی مادری خود را، زبانی ملی خود را آموزیم، بشناسیم، ارج گذاری کنیم. خیلی سپاس برای یک صحبت خیلی خوب، خوش و جالب. تشکر که آمدی به برنامه و ما یک صحبت جالب داشتیم. و تو هم سپاس که مرا دعوت کردی. برنامه‌های تو خیلی جالب هستند. من چند بخش را تماشا کردم و امیدوارم که در آینده هم اکنون تماشا خواهم کرد. حتما ابونه شوید، پیگیری کنید برای که زبان تاجیکی. خب نظر نکرده به همه مشکل‌های زندگی، به جنسیتی که شما دارید، من فکر میکنم که باید مبارزه بود برای زندگی. اولتر از همه خود بهتر کردن، نزدیکا را بهتر کردن و بعداً جامعه. دنبال بهتر شدن زندگی خودتون باشید، برنامه تویزگاه پیگیری کنید و با دوستانتون تقسیم کنید که نوعا پیگیری برنامه ما باشند. تا دیدار.